تعویض نویس و گفت واخ خدا میگه نمیدونی تعویض نویس جا رفتیم برای من که 7 دانه گوسفند بیارم. چند دانه گوسفند بیارم؟ 7 دانه گوسفند بیارم. در 7 دروازه روضه مبارک گذاشتم. روضه مبارک اما جایی هست که ذکر الله، سخنان الله، سخنان رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته میشه. این هست. خب بالاخره با 7 دانه گوسفند خریدم. در هر دروازه روضه اعلام کردم. خوب شده که از اونجا گذردم فراش وقت شدگیست که گوسفند اعلام کنم و قیدش بکنم 7 دانه گوسفند نمیکنم. میگم باز برای من دمید گوشت تفلک این گوشوارا از دار گفت تا که این در گوشش باشه دیگه من طرفش استغفر. آیا یک گوشواره در مقابل بزرگی الله ایستاده شده میتواند؟ از ای کسایی که شما زیارت پرست بودید، روزه پرست بودید، کسایی بودید که در روزه حاجتتان در روزه میخواستید، الم یعلم بان الله یرا، خبر نداری که الله در همه آنت تو را میبیند و میشنود صدای تو. امروز تو روزه را ببین، روزه از هم پاشیده هست با یک زلزله بسیار خطرناکی. روزه امروز خود پاشیده، یک شخصی که یک مکانی که خود را نگاه کرده نتواند. آیا من تو را نگاه میکنم؟ آیا من تو را نگاه میکنم؟ خواهرای بیرفتن خواهرایی که در خانهشان پیدا نمیشد از زیر زنجیر میدونم این طرف میرفتن از این طرف میرفتن تک جا در روزه جای شرک جنه بالا میکنن، جنه باین میکنن. الله تعالی شما را هدایت نصیب بده.